از قدیم گفتن سرکه مف شیرین تر از عسله. خب جواهر که جای خود داره. اگه بگم 3 روز و 3 شب ما پلک به هم نذاشتیم باور کن. عیال ما هم دائم نشسته بود و نقشه میکشید. اول یه سوپر باز میکنیم، اسمشم میذاریم انسیرا. خودم سالی 2 مرتبه میرم از خارج جنس خارجی میارم. تو هم وایسا پشت دخل. چه میدونم بشو مدیرش. منو چه به این کارا؟ هرچی من میگم بگو چشم، وگرنه از کار بیکارت میکنم ها. چشم. چند تام تلویزیون رنگی میخریم. برای ما چه فرقی میکنه؟ چه رنگی چه سیاه و سفید؟ حیف این تلویزیون که واسه آدمایی مثل تو برنامه پخش میکنه. حیف، واقعا حیف. ولی اینطور که خود انور میگفت این آقا خودش یه خام میلیارده، دلیلی نداره که خودش عاشق نشون بده. یه کامیون میخریم میندازیم زیر پای جواد باش کار کنه. داداشت که فعلا تو زندونه. حرف مف نزن، اون تو ندامتگاهه. بله. حتما هم باسی خونه درست حسابی داشته باشیم. از بس توی مرغدونی موندم پوسیدم. هیچ فکر کردی اگه صاحباش بفهمن و بیان سراغمون چی میشه؟ چی میشه؟ چیزی که بلند دیوار آشا. بلند شو بیکار نشین. اون متکا رو بردار، عین اولش بدوز بنداز همونجا تو زیر زمین. دست به لاف کشکشون هم نمیخواد بزنی. هر وقت پیداشون شد جوابشون با من. تا بودم این بوده. خرابکاریاشو تو میکنی، رفع و رجوعش میفته گردن من. بیا. یه سر دارم 1000 تا بدبخت. بفرما. آقا با خیال راحت اینجا لم داده. بعد از فردا هم باید برم دندون سازی، هم موامو رنگ کنم، هم برم رانندگی یاد بگیرم. بله. واه که مردم از دست تو مرد. عجب. بله. از هفته بعد شروع کردیم به فروختن طلا جواهرات. اونم با چه وضعی. من که هر وقت میخواستم برم تو طلا فروشی نصف گوشت تنم آب میشد. خلاصه من یه سر شهر، زنم یه سر شهر. برای اینکه شناخته نشیم هر روز با یه جور شکل و شمایل بیرون میرفتیم. لباسای مبدلی میپوشیدیم که شاه عباس هم نمیپوشید. شاه عباس. آقا جان سلام. سلام جان. بله. دی جان قربان ممکنه 1 دقیقه وقت بده به من؟ نوشنا. بله بفرمایید. ببین آبرا جان، بچه شمالیم ما. خوش آمدید جانم، خوش آمدید. مادر بچه ها آوردیم تهران واسه یه زایمان. به مبارک است انشالله، مبارک است. تشکر. منتها پولمون تمام شده. الان مجبوریم انا بفروشیم. اینا چه چیز هست؟ جواهر عتیقه قیمتیه. پدر بی پولی بسوزه که آدم همه چیزش به باد میده. بفرما. این جواهرات شما کاس خرید چیزی هم داره؟ البته ابرا جان، منتها رشته. تیجان قربان، من گم عیالم درد داره، شما از من کاغذ خرید خواهی؟ کو انصاف کو بابا. البته من آزم مشکل شما رو حل میکنم، مانعی ندارد. من میخوام ببینم شما دفعه دیگر که به تهران تاش میآورید میتوانید با خودتان کاغذ خرید بیاورید؟ چرا نه؟ حتما. البته اصلا پست کنید برای ما، خیلی بهتره است. حتما. آقا جان خیالت تخت باشه. بله میبینم تخت است. اصل. بله درست است. اما شما یه مشکلم دارید. موقعی که میخواید طلا را بفروشید قیمت دستمزد ازش کم میشود.
تیجان قربان شما دیگه کوتاه بیا بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین. بفرمی خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببخشید یه سری طلا ظریف میخوام لطفا. حتما. کارتیه فرانسوی چطوره؟ چی آقا؟ جدیدن. جدیده؟ همونو میخوام. بسیار خوب. اون کارتیه فرانسوی رو خانم ببینم. عذر میخوام چه حدود قیمت باشه؟ این حدود قیمت. اینا رو میپسنده خانم. آه خیلی زمخته. ببخشید یه چیز ظریف‌تر میخوام خواهش میکنم. بله. حدود 120,000 تومان. فکر میکردم خیلی بیشتر باشه آقا. البته اگر تصمیم بگیرین که معاوضه بفرمایین میتونم 130 تومنم باهاتون حساب کنم. اینا چطوره خانم؟ خیلی معرکن. یعنی خیلی عالی‌ان. چه حدوده؟ حدود 240 تومن. خدا وکیلی اما قیمتش خیلی بالاست. ببینم شما سکه هم برمی‌دارین؟ بله حتما. خب پس درست میشه. شما فقط یه چک بابت اینا به من بدین. من میرم سکه میارم. بسیار. البته ممکنه امروز نرسم، اما فردا میام حتما. اشکالی نداره. من 110,000 تومن به شما چک میدم. بله. بله. میدونی چی کار باید بکنی که؟ ها؟ خرابکاری نکنی ها؟ ما رو وادار به چه کارایی که نکردی. نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. اصل خانم والا اصل بلا اصل شما. سلام آقا. سلام خانم. صبح بخیر. سلام آقا. سلام آقا. چه خدمتی از من برمیاد؟ خدمت از ماست. والا غرض از مزاحمت چجوری بگم؟ راستش یه مشکلی برای ما پیش اومده. انشالله که خیر. میشه گفت یه مشکل خانوادگی. بله. والا هر چی فکر کردیم دیدیم هیچ کس بهتر از شما نمیتونه کمکمون کنه. نظر لطفتونه. بنده در خدمتتون هستم. خدمت از ماست ولی خدمت از ایشونه. بله. چه فرقی میکنه؟ شما هم جای برادر من. راستش با پرویز جون 2 سالی بود که متارکه کرده بودیم. خیلی اصرار کرد رجوع کردیم. مبارکه. به پای هم پیر شید. متشکریم. خاک عالم تو سرم. بله. سلامت باشین. بله عرض میکردم پرویز جون من باب عذرخواهی رفته اینا رو برام خریده. خب البته دستش درد نکنه، ولی از اونجا که نمیخوام این مرتبه زندگی مشترکمون به خطر بیفته دلم میخواد اصلا شک و سوء ظنی تو زندگیمون نباشه. بله. متوجه که هستیم؟ بله. حالا چه خدمتی از من ساخته است؟ خدمت از ما هست، اختیار دارین ولی واقعیتش فکر کردم بیارم اینا رو نشون شما بدم ببینم اصلیه، بدلیه، شیشه است، آب طلاست، چیه؟ البته نه اینکه فکر کنیم به پرویز جون شک دارم اصلا، فقط میترسم نکنه تقلبی باشه. اصل خانم والا اصل. شما چرا اینقدر کج خیالی؟ کج خیال نیستم پرویز جون، میخوام خیالم راحت بشه. بفرمایید همیناست. اصلا هر چی آقا بگه. تازه من به همین کارتم شک دارم. چرا یه راست منو برداشتی آوردی اینجا؟ نکنه صاحب مغازه باد آشناست؟ نه والا این حرفا چیه میزنی خانم؟ الان معلوم میشه.
نظرتون چیه؟ ایرادی ندارم. اتفاقا خیلی هم خوش سلیقه انتخاب شده. فقط کمی قدیمی هستن. یعنی همشون اصلا؟ بله. اصل؟ بله خانم، مطمئن باشید. یعنی خود شما حاضرین همین الان همشو بردارین؟ البته خانم. جدی میگین؟ اصلا شک نکنید. ببرید و ازش استفاده کنید و مبارکتون باشه. متشکرم. اگه حاضرین بخرین پس چرا همشو گذاشتین تو جعبه؟ بازم میل خودتونه. البته اگر پرویز خان راضی باشن من پرویز جون هیچ وقت رو حرف من حرف نمیزنه. من که تا پولاشو نبینم باورم نمیشه. پولاشم میبینی. اون تا جواهره. موقعی فروش کلی ازش میفته. آخه این چه کاریه؟ ترسی معلوم بشه چقدر پول دادی بالاش. ایشون درست میگن. جواهر موقع فروش از دستمزدش کسر میشه. بفرما. حالا هر کاری دلت خواست بکن. رحمت به اون شیری که بیاد تو رو بخوره و ما رو خلاص کنه. سلام حاج خانم. حاج آقا دستم به دومنت. چی شده همشیره؟ دستت به دامن خدا باشه. خدا برای هیچ تنابنده‌ای پیش نیاره. آمین. که طلا خرج خاک بشه. منظورتو نمیفهمم. شوهر آدم ناغافل بر بپره. آدم دستش خالی باشه. طلاهاشو خرج گور و کفن بکنه. انا بر خدا. 40 سال به نیش کشوندمشون حاج آقا. بفرما. اینم عاقبت کارم. همیشه چشمش دنبال اینا بود. حالا که رفته داره اینها رو با خودش میبره. ای خواهر، دنیا به کی وفا کرده که به ما وفا کنه؟ دنیا محل آزمایشه، نه آسایش. چرا هرچی مصیبت باید مال قوم ما باشه؟ خب دیگه اون دیگه تقدیره. مورد شور این تقدیر رو اقبال ببره. بله، میشه به عبارت 85 تومن. ایوا همکارتون که میگفت 88 تومن. 80 چند تومن؟ 88 تومن حاج آقا. 88 تومن؟ بله حاج آقا. ببینم شیره این طلای سفید قاطیشه. مزد ساختشان که کم کنیم همین میشه. نه حاج آقا. میبرم میدم به خیلی خوب خیلی خوب. خیلی خوب باشه. 88 تومن. ما که داریم ضرر میدیم 3 تومن هم. زنده باشید حاج آقا. 88 تومن. چقدر سخت میگیری همشیره. بیا همشیره. اینم 3 تومن 88 تومن. مواظب پولا باش. دست شما درد نکنه حاج آقا. خدا حافظ شما. کاش خودم هم میتونستم همه چی رو بذارم واسه یه شب دیگه. شایدم یه ماه دیگه. بگو مشرجه بگو. میگم بله همینطور ادامه داشت. گاهی من گاهی انسی، بیشتر من میرفتیم برای آب کردن، یعنی به پول رسوندن طلا جواهرا. میدونی که
حضرت علی بخیر اوستا. حال شما خوبه؟ سلامتین؟ بچه‌بارا خوبن؟ چی میخوای؟ پیل پیل دیگه چیه؟ اسکناس 1000 تومانی. باریکلا منم میخوام. البته بفرمایید. اینا رو از کجا آوردی؟ منظورتون چی آقا؟ ما اینا رو از سر جالیز آوردیم. یعنی اینا رو از زیر جالیز آوردی؟ نه خالو، شما میدم دستگاه رو ول کو، بیا سر جالیز خیار و کاهو بکار، طلا بردار. چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. شما طلا نمیفروشی، ما طلا میفروشیم. ها، سیب زمینی، پیاز، سبزی نخریدی تا حالا؟ خوب شد یه نفر پیدا شد و 2 کلمه حرف حسابی زد. بله که حسابی. دارم دوستا، نگاهی بنداز. درسته حالا یادم اومد. اون روز صبح تو کوچه هراسون اومدی سراغ منو از من خواستی که لباسامو بهت قرض بدم. ناقلا پس باهاشون رفتی بازار زرگرا ها؟ بله، چه درد سرت بدم. در عرض 3-4 هفته هر چی طلا جواهر بود تو چارگوشه تهرون به هر تمهید فروختیم و پولاش آوردیم خونه و دسته دسته چیدیم رو هم. چقدری شد؟ هر دفعه که میشمردیم یه چیزی میشد. بالاخره تصمیم گرفتیم من قسمت بشمرم و انسی حسابشو نگه دارم. خدا بده برکت. بسای 10,000 تومانیه. شمردن نمیخواد، بشمرن؟ نه، بدشون من. حالا 500 تومانی ها. نه جانم، احترام 1000 تومانی واجب تره. اول اونا. از حضور انورشون خیلی معذرت میخوام. بفرمایید. بلنشو برو ببین کیه. هر کی بود راش ندیا. دست به سرش کن بره. یعنی کیه؟ من چه میدونم، مگه من علم غیب دارم. زود باش بشین. با اجازه. خانم بفرمایید. یا قمر بنی هاشم، من که اگه جای تو بودم در جا پس افتاده بودم. انگار پاهام یه مرتبه قطع شد. برای اینکه نیفتم چسبیدم به در. دیدم بهترین راهش اینه که خودمو بزنم به کوچه علیچپ و انگار نه انگار میشناسمشون. بفرمایید. چه فرمایشی داشتی؟ اگه دنبال گنجای قارون گشته بودیم زودتر پیداش کرده بودیم. نصف تهرون رو زیر پا گذاشتیم تا تونستیم خدمت حضرت عالی برسیم. جناب عالی؟ ما رو نمیشناسی؟ یه ماه نمیشه که اومدی خونمونو لاف تو شکامونو زدی. طرفای در روز. خب ها بله. سلام علیکم. بفرمایید. یادته؟ یادت میاد؟ شده. یادت میاد
اون روز به جای دستمزد بهت یه دست لحاف و تشک و متکا دادیم؟ بله یادم میاد. چیه؟ چرا دست پاچه شدی ها؟ والا چی بگم؟ تو کار ما تهمت دزدی و این حرفا فراوونه. والا به خدا اگه من نه مسئله اون نیست. تو فقط به ما بگو که لحاف و دوشک و متکا رو کجا گذاشتی؟ همین همونطوری انداختمشون اونجا. کجا؟ تو زیر زمین. میشه ببینی؟ خانم یا الله یا الله بفرمایید اینجاست. اجازه بدی من براتون میارم. همشون رو زنم میخواست بریزه بیرون. میگفت درد و مرض میاره. بفرمایید. میگم گفته بود رو متکاست یا رو دوشکه؟ متکا؟ عمو جان متکا کجاست؟ متکا صبر کن. ورزش کن. عجله نکن. والا دیگه عجله نکن. از اون بر مرتی که دزد کثافت کجا گذاشتی؟ کجا قایمشون کردی؟ شبت بل کن ایرانی کجا دزدی کرده کنیم من براتون توضیح میدم. دیگه کی هستی؟ الان میگم. اکنونیدم یه نگاهی بکن. لعنت میکنی دست چیزی بزنی؟ مفتشی یا داروغه‌ای؟ اصلا دنبال چی میگردی؟ ها؟ یالا هری مگه میرم پاسیمون بیارم ها. دست پیش نگیر تو هم شریک جور بشی. چی میذارم تو؟ خانم صبر کن. گفتم که برات توضیح میدم. نمیتونین از اول مثل آدم حرف بزنی؟ ببین خانم حدود 1 ماه پیش عمه خانم ما مرد. خب مرد که مرد. همه میمیرن. بله ولی همه ما خبر داشتیم که عمه خانم هم کلی طلا و جواهرات داشته هم وصیت‌نامه رو هفته پیش لای کتاب دعاش پیدا کردیم. اونجا نوشته بود تمام طلا و جواهرات رو توی متکاش قایم کرده. نشونی تک تک طلا و جواهرات رو داده بود. سهم هر کدوم از فامیلم جلوی اسمش نوشته بود. خب ما را سننه. خانوم عزیز شوهر شما این لحاف و دوشک و متکا رو که متعلق به عمه خانوم بود به جای مزد گرفت. اون نگرفت. شما به زور بهش دادین. حالا مرزونی خودتون. برداریم بریم. آخه تمام اون طلا و جواهراتی توی این متکا نیست. پس طلا و جواهرات چی شده؟ کی اون وصیت‌نامه پیدا شد؟ گفتم که 1 هفته قبل. پس چرا اومدین اینجا؟ چرا بین خودتون دنبالش نمیگردین؟ منظورتون چیه؟ اگه یه نفر قبل از بقیه وصیت‌نامه رو خونده باشه بعد اونو همونطور گذاشته باشه سر جاش چی؟ بعدم سر فرصت خدمت متکا رسیده. چه میدونم؟ شاید یا تو باشی یا این. کور خودتونین بینایی مردم. بفرمایید خانم. مالتون رو به پای مردم رو دزد نکنین. این کثافت رو بردارین با خودتون ببرین. یک کاره بدو اومدن خونه مردم تهمت ناحق میزنن. اصلا همه‌شو بردارین. یعنی که چی داری میگی زن؟ یه کلمه دیگه حرف بزنی هم چی میذارم تو یه عالمه پنبه است. بخوره تو سرشون. یالا خانم همه رو جمع کنیم ببریم. آخه ما که نمیتونیم اینا رو جایی ببریم. به من اصلا مربوط نیست. خانم ببین اینو بده به رفگر محلتون. بگو بی زحمت اینا رو ببره بیرون. بیا اینم روزه مشق خیرالله. صبح بده به مشق خیرالله. چیه؟ خسته شدی؟ میخوای بذاریم واسه یه شب دیگه؟ یه شب دیگه؟ نه بازم بگو.
بگو. کاش خودم هم میتونستم بذارم واسه یه شب دیگه، شاید یه هفته دیگه، شایدم یه ماه دیگه، یه سال. ولی نه نمیتونم. باید بگم. بگو. میگم